توافق همه چیز رو داشت، به جز اینکه در حال حرکت با ماشینی مواجه بشید که از روبرو و در لاین سرعت به سمت شما میاد. این گزارش رو ببینید. پدر من نگاه کن، شما الان آقای پلیس شما رو نگه داشت اینجا، اون ماشین پلیسی که دنبال شما آمد، شما مسیر میدون رو کاملا خلاف دور زدید. بینندگان عزیز من خواهش میکنم ببینید، اینا این میدان جهاد سازندگی، شما کامل برگشتین. چرا؟ که این ببین ما داشتیم راه می‌رفتیم، اصلا هیچ کاری هم ندارم. این مسافر کش ماشین مال خود در دور میدون رو خودم پایه که 5 مرتبه تمدید شده پایه یکم. بله برو با پارک بره بخونه زندگی باش. بحثی نیست، ولی ببینید آقای پلیس به شما اخطار کرد، ماشین پلیس به شما اخطار کرد. قاعدتا وقتی پلیس میگه توقف کنید یا برگردید باید برگردید. اینا مرکز اختیار که مالش خود برسی که عجیب میرن بره به راه خود ما گوش میدی بخاطر بره به راه خود و از این راحتی بره به راه خود ما. آخه راه خودمون ببین پدر من، شما از این مسیر چه جوری میخوای بری به راه خودت؟ باید کاملا روبروی ماشین ها تو این لاین یک طرفه شما حرکت بکنی. بعد از اینکه الان ماشین میره از اون باید ما بریم. بحثی نیست، شما بلوار شهید کلانتری رو یعنی کاملا باید یک طرفه رو به سمت ماشینا بری، میدان رو دور بزنید. یک ساعته. در من چند قدم جلوتر الان اینجا اصلا دیده میشه، میتونید برید از بالا دور بزنید، برگردید بیاید تو این لاین برید. غیر اینه. ولی نه میگه بکنه رو بدین. ما اول خبر باید بشتیم مدارج. بنده پلیسم، لباسم هم مشخصه براتون. جوی که هر جا بخیر من کارت ارائه بدین چشم، ما در خدمتتون هستیم. شما اینجوری بدیم. خلاف کردیم میریم خلاف ما رو بدیم. خب شما خلافتون اعمال قانون میشین. شما ما خلاف نمیدیم. ما شما بزرگتر هست. شما همچنین نمیتونید بزرگ بگی اگه خواستم که ما سر بزرگ بگی آخرش کسی. بحث سر به سر با شما نیست. خب بعد بریم بفهمی حالا بریم. وقتی انجام دادین میخواد اعمال قانون بشه. بیشتر از این نیست. وقت دیگه کارا شده. یک دفعه گواهینامه پایه 2 داشتم. با دفترچه آقای پلیس از ما گرفت. بهم نداد طرفتم تهران پایه 1 گرفته بود. برای دفترچه اتوبوس کامیون گرفتم. اصلا نمیدم اتا. پس آیین‌نامه‌ای که آقای راننده پایه 1 امتحان دادید و بنا به فرمایش خودتون چندین بار هم گواهینامه‌تون رو تمدید کردید که من فکر می‌کنم بهترین راه ابطال اون باشه در حال حاضر. گردن ما بزنید. ولی اجازه نمی‌تونیم به زور چیزی بگیم. ما اعمال قانون می‌کنیم. ما خلاف کردیم شما رو جو بشین جلو جو کتابو بریم. شما فقط گواهینامه‌تون رو بدین اعمال قانون میشین، بعد مدارکتون تحویل داده میشه. یک دفعه گواهینامه مثل تو یک لجوز سلاخش کرد. من اینجا تحویل میدم در حضور آقایون. من در حضور آقایون تحویل میدم. به کنار واسه به کنار دست به یکی چنگ میزنه باز رو شهرش گیتین ایتی بیمه مک کله هم. خب به من بدین از من تحویل بگیرید. تو از کی بخوای برای بترسنی؟ از هیچ کی جواب. من گفتم مدارکتون رو به ما بدین از ما تحویل بگیرید. نه اصلا بهت نمودم نشونت بدم آقا. ایها الناس این پایه 1 4 دفعه تمدید شده، الان 3 سال هنوز وقت داره. همه کسی دیگه ببینید. این پایه 1 این کارت ماشین، این بیمه ماشین، صنعت ماشین، صنعت تو ماشین، یمو چی بخوره؟ پول هر چی بخواد بدید رو. نه پول نمیخوام آقا. بخوام جیره بگه هر چی بخواد 100,000 تومان 50,000 تومان پول بهت میدم. ولی اینجا 20,000 تومان فقط اعمال قانون میشین، مدارکتون رو تحویلتون میشه. 20,000 تومان بیای 20,000 تومانش. نه به من نمیخواد بدین آقا. ما قرض جریمه میدیم. سالتون ماشاءالله بالای ما احترام میذاریم بهتون. اگه احترام میذارید بس باید به این که 68 ماه احترام میذارم آقا. به خودتون احترام میذارم. میگم گواهینامه‌تون رو ارائه بدین، ما اعمال قانون میکنیم. اگه قبول چرا جلو ما رو گرفتی الان؟ ما اشتباه گذاشته. ما اشتباه کردیم. باید بگید یک دفعه. اشتباه گذاشته دیگه. این چیزایی که تو ایمار سخت بود به چک نیست. تو پدر بزرگی تو الان حساب مرو. چه پول بخیر بهت بدم. چرا گیر بدی به ما؟ وجدان کار درسته میاره بعد من به هم. بعد انتظامش بدید. هر کار بخیر بگیری بکن. به زندان بنزد هر کار بخیر بیا در که مورد بعد به حسابت برکن. اسم تو بگو. اومدم گفتم مدارکتون ارائه بدین، ما حل و فصل می‌کنیم. شما گفتین من مدارک به شما نمیدم، به رئیستون هم نمیدم. به رئیستون نمیدم. 20,000 تومان جریمه شه. من از رئیست نتیتن رئیست بخودم سردار من خواستم چه حساب کنی. صد رئیس رو بتونی. زنگ بزنن ران بیاد. تا بگم چیکارتم. یا به هر راننده‌ای بگیم مدارک ارائه میده. شما گفتی من مدارک نمیدم. الان نمیگم بهت نمیدم. بگیم به چک نیست. ما بینندگان عزیز نمیدونیم ما چی بگیم بدون شرط. عنوان یک راننده وقتی پلیس ازتون درخواست مدارک میکنه موظفین مدارکتون رو ارائه بدین. بعد حرف زدی.
بعد دارن فیلم برداری بعد می‌کنن. چون که مؤدب بودن پدر من آمدن اینجا با شما درست. خوشوبش کردن درست ما خراب کردم خودرویی هم از اون بالا با سرعت بیاد با شما برخوردی داشته باشه یک تصادفی میشد. نه بحث خلاف نیست، بحث دو نفر خدای نکرده یک موتورسیکلتی اگه میومد با شما برخورد میکرد با این سرعتی که از این بالا میان ماشین نمیتونه ماشینم تو بندار فرزند ماچید میکنم تو بندار فرزند داره ماشینم تو بخواد منم تو شما ماشین می‌کنی. بگی بابا یکش اشتباه کردی دو مرتبه اشتباه نکن تو ما بگیم چش هیچ گذشتی نخواهیم کرد.